خلاصه یه روز پنجم جام جهانی، قبلش حتما منو لایک کن و فالو داشته باش. اسپانیا کیپ ورد. دلا فوئنته با یه خرمن هافک بازی شروع کرد به امید اینکه کیپ ورد ضعیفه و عشق داداش بریم میزنیم و این داستانا، ولی تهش دید نمیشه. یامال و ویلیامز اوورد ولی دیر شده بود و بازم نشد. چهره شاخص کیپ ورد گلر 41 سالشون بود که طی این 90 دقیقه و تا الان که من دارم با شما حرف میزنم چیزی هولوش 7 میلیون یعنی 10-12 برابر جمعیت کیپ ورد فالوور گرفت. از اون طرف مصر و بلژیک هم توی یه بازی خیلی معمولی مساوی کردن. عربستان هم به لطف محمدویس که مثل همتای کیپ وردی خودش یه شب بوفون رو داشت میگذروند، یه امتیاز از اروگوئه گرفت و این بازی هم مساوی شد. اما توی بازی بعدی تیم پیشکسوتان ایران به رهبری امیر قلعه‌نویی از باخت جلوی ضعیف‌ترین تیم جام فرار کرد. حالا بگذاریم که پایین‌ترین رنکینگ رو داره نیوزلند بین 48 تا تیم جام، از 11 تا بازی آخرش 9 تا رو باخته و اینکه تو آخرین بازی دوستانش قبل جام از هایتی هم 4 تا خورد. توی بازی آخر امروزم فرانسه تونست قهرمان آفریقا یعنی سنگال 3-1 شکست بده. امباپه با همون ورژن معروف جام جهانی خودش برگشت، یه سوپر گلم زد و فرانسه یه خط و نشون قوی کشید واسه بقیه مدعیا.